اساس در صورت بیادر تو دوست دخترش هم مثل برگای خشک زمستان از بین میبرم و همچنان مادرتم انتخاب دست تو است. یا درباره دیدن ما به علی کل چیز میگی و زندگی مادر رو بیادرت خراب میکنی و از اونا به همش تیر میشی، یا هم کار را میکنی که زندگیشان را نجات میدی. این خواست کوچک ما از تو در برابر زندگی اونا بسیار چیز کوچک است نه؟ تا صبح ساعت 1 بجه برات وقت میتم. امیدوارم درست تصمیم بگیری. و هم دوست دخترش مثل برگای خشک زمستان از بین خواد برد. با این کارت میتونی زندگی مادر رو بیادرت نجات بدی. سیفدا خواهر خوب هستی؟ فکر کنم کدام چیز فکر میکنی اما تو هست نه؟ اما تو نیستی ازگی؟ نه خوب هستم خدا داد. پس ما دیگه میرم. خیلی باش تا پیش دروازه بیبین اومد. سیفدا خواهر توی جای نری هم اینجا باشی سیس؟ من ازگی جانا بدرقه میکنم. به خاطر پیدا کردن و دیوانه شرط است و جاسوس را پیدا کنیم که جایزه اینه بشانه برشان گفته. هرچی میکنین بکنین، خائن بین ما را پیدا کنین. گپ ما فهمیدین؟ سیفدا مجبور بودم برات بگویم که سینان ده امن است. هیچ نمیخوایم که تو جیگر خون شوی، اما ایره برات وعده میتم. او روانی را پیدا کرده، سینانه از دستش نجات میتم. همی که نبودیم فرصت پیدا کرده به خانیم رفته. آی قدر چشم سفیدی شبیبی فقط که خانه خالش باشه. شیطان میگه برو خوب موی کنکش کن تا که خوبی یک درس بگیره. ما برات میگم که سیفدا منصرف نمیشه. تو گپا گوش نمیکنی دخترم. تو هیچ درک نمیکنی. در صورتی که قدر قار میشی میدانه برشان خالی کو پشت علی را الابت دخترم. تو فکر میکدی که علی از پشت دویده میایه، اما تو از دخترم ها؟ آفرین به تو لودیم. وقتی که گپ مادر تا گوش نکنی اما قسم کل چیز گدواد میشه پشت از واره شلق گرفته بشی. ما هنوزم امیدم از دست ندادیم مادر. مادر کلان چی میشه امشب تو هم خانه ما باشی؟ اگه تو بخوایی من پیش تو میباشم نواسه قندم. اوه حالا فکر کن که روانی چی پلان داره؟ تو قصد داری چی کنی روانی؟ از زینب و سینان استفاده کرده. میخوایی از رای دیگه پیش بری؟ حالا سیفدا تو این کاره میتونی به خاطر سینان زینب. زنده باشی. قربان دستایت. نوش جانت.
به این فکر میکنی که آدم چی قسم پیدا کنی نه؟ یک چیزی است که فکر من نارام کرده. این آدم هر کی که هست هم واضح است که مشکلش با آقا کرد است. خب از تو چی میخوای علی؟ مشکل او نیکت محض و نیکت آقا کرد. آقا کرد یک چیز پیش من امانت مانده. مشکل او که او امانت است. خیلی امانتی هر چی که هست هم بهتی که خلاص شود نمیشه چطور؟ و از این خطری که سایش در سر کل ماست نجات پیدا میکنیم. اصلا دادن او امانت یکی از بزرگترین خیانت های حساب میشه. اگر با مرمام نمیتم. زیاد به تشویش شدم به خاطر او امانتی. خب چه قسم یک چیز است؟ دقیقش نشو. معلومات غیر ضروری و اضافی است. خب در کجا پوتش کردی؟ نیکه در اینجاست. سفدا تو چوری سوالا را پرسان میکنی؟ هیچ هدفی میست که وقتی اقدر یک چیز مهم است که اگه بوموریم نمیتیش باز گفتم نشه که بتونن اینجا پیداش کنن. پیدا نمیتونن. تشویش نکن. خب این آخر آمدی. اما حال چی میکنی پیلوت؟ ها؟ خب بی از او ما به خاطر چی اینجا آمدیم؟ خصوصا بعد از او چیزی را که امروز دیدم. اوف پیلوتا کاش که زنگ بزنی. گرچه چیز به گفتن نداری پس چرا زنگ بزنی؟ علیحان تو خوب هستی؟ دویگو چی شده پدر؟ چی شده؟ نه پدر؟ وضعیت پدرت زیاد خراب است. نه خوب است. سلفکو پدر جان سلفکو. وضعیتش خراب شد. من با امبولانس زنگ میزنم قسم نمیشه. پدر جان کجای درد میکنه؟ قلبت خود سیخ نمیزنه نه؟ مادر پدرم دوای خود خورده؟ دوای خوردی علیحان؟ نخورده دوایش نخورده. دخترم چیزی نیست حتما دا گلونم چیزی سعیز پدر یک دخ آرام باشه نبضتا نمیبینم. پدر جان سعیز بیشی دوایتا بخوا حالا زود دوایتا بخوا حالا دیگه از اون تا حالا چرا دوایتا نخوردی؟ نه قسم نمیشه نه نمیشه. خدا قبول کنه علی. زنده باشی. علی یک چیز فکر من نارام ساخته. او چیزی را که امانتی میگی در کدام جای مثلا تصیف ماندیش یعنی در جایی که پیدا کردنش مشکل باشه. سفدا تو با فهمیدن این موضوع چرا قدر علاقه‌مندی نشان میدی؟ هیچ من فقط به خاطر گفتم که در جای امن هست یا نه. اما اگر نفهمی به تو بهتر خود بود. خودت امو روزی که آقا کرد زخمی شده بود نی؟ امو روزی که به اینجا آوردینش تو هم اینجا بودی؟ بله. اگه تو راست پس امانتی را که آقا کرد به علی داده دیدی؟ بله دیدم. با مولا صاحب آقا کرد یک بکس داد. مولا صاحب با مداخلش یک آردسکه گرفت. خب او را در کجا مانده تو ایره میفهمی؟ نه نمیفهمم. مولا صاحب آردسکه گرفت و برآمد. یکی کجا رفت نمیفهمم. کینو میخوری؟ هنه زنده باشی. من میرم باز میکنم. خدا داد او بخو برات خوب است. بگی مولا صاحب. زنده باشی.
خانم خیریه؟ شبتان بخیر. من در خانه کم دقیقه ورده بودم، از او خاطر گفتم اینجا بیایم. کار خوب کردین. بفرمایین بشینین. من چای میمانم. بریم مام کمکت میکنم. مادر چرا اینجا آمدین؟ در خانه هیچ آرامم نگرفت. کدام چیز پیدا تانستی؟ کاکالی هان چطور هستین؟ بچم خوش آمدی. یک بار می ضربان قلبتان رو معاینه کنم کاکا جان. حالا باید برم بگوی دیگه او لوده به خاطر چی در خانه تان داخل شد. باید بگوی گپه. یک بار نفس عمیق بکشین. احمد بچیم یک چیز بگو، خوب است نی؟ چیز قابل تشویش نیست، نترسین. در این وقت شو کی است؟ من میرم میبینم. خب باشه یک بار فشارتانم ببینم. پیلوت او به شرف ده اینجا چی میکنه؟ پیلوت لطفاً میشه از اینجا بری؟ او آدم هر وقت خواست بیایه ما که بیایم باز میگه برو. همونطور است نه؟ پیلوت صبر کو پدرم. پیلوت تو در خانه ما چی میکنی ها؟ ما راستش چی؟ کاکالی هان جان لطفاً خدا خسته نسازین. به نظر ما شما هیچ خود خسته نسازین، حتی ما معذرت میخوایم. ما بیازو به خاطر او چیز آمده بودم، به خاطر که بعدش یعنی چیز که شد نمیفهمم. شفا باشه. علی و رغلو ترسیدن مترسنه از علی و رغلو. استاد علی نیست، استاد علی. علی و رغلو بیادر اصلی مست میفهمی؟ اما تو نمیزیبا ویداد، نمیزیبا. تا همینجا بود. ما دیگه به آخرین لحظه جدایی رسیدیم. خدا حافظ چشم آبیمه. خدا حافظ. تو فکر میکنی این کدام وسیله بازی است ها؟ این وسیله طفلا است. هر وقت که دلت شد تیره از دستت میکشی. بیبی این انوزم دنگشتم است. دیدی انوزم است. اگه یک دفعه ایره از دستم بکشم باز هیچ وقت نمیپوشمش. اما فعلا است. تا حالا نکشیدیمش. اگه ایره یک دفعه از دستم بکشم یعنی محبتی که نسبت به تو دارم خلاص شده. بیبی ما کشیدیم. بگو کشیدیم. نه. یعنی محبت عشقی که نسبت به تو دارم خلاص نشده، اما از تو خلاص شده. چلر از دستت کشیدی میگی خلاص شد. سعیس آقا پیلوت، برو خوشبخت شوی، خلاص شوه. اما هوش کنی دیگه هیچ وقت طرف من نبیایی، هیچ وقت پیش رویم نبیایی. درست است؟ مام چلیم میکشم، تشویش نکو. دویگو صبر کن. نرو صبر کن یک دقیقه. یعنی تو میگی که تا حالا خلاص نشده؟ ها؟
های من دفعتن وقتی قار بودم با عصبانیت گفتم و قسم. برو پیلوت. دویگو ایلایم کو چشما بیمه بشنو. مرا ببخش. ببین دنگشتم کردم. من یک لودگی کردم، اما به والله و بالله تو را بسیار زیاد دوست دارم. بیبی از دسته که تو را دوست دارم بعضا در فکرم یگان گپای بد میایه، بعدش من دیوانه میشم. یکی کسی طرف تو سایل کنه و به تو دست بزنه میفهمی اعصابم خراب میشه. اما برات وعده میتونم عادت میکنم. در صورتی که تو برام گفتی که دوستم داری، من به همه چیز عادت میکنم. هم عادت میکنم که سرت باور کنم، هم عادت میکنم که گپت گوش کنم. من تنها یک چیز عادت نمیکنم دیگه، بدون تو بودنه. باور کو به این عادت نمیتونم. بخیس پیلوت. چشم آبی من. پیلوت بخیس. جان؟ بهترین سرودهای ایرانی. نازنین نازت بنازم تا ابد بمون کنارم فدای چشمای ناز. بهترین سرودهای تاجیکی. ستای ساکی یارم به وفا شدی. تنها از کانال تاجیک موزیک. دوستانی عزیز، با شما کانال تاجیک موزیک را توصیه می‌دهیم که در کانال بهترین سرودهای تاجیکی و ایرانی را گوش کنید. سیلکه کانال را در پایان ویدیو میگذاریم. حتما در آمده ابونه شوید. ما شما را انتظاریم. این کار زیاد طول کشید، اما دیگه خلاص میشه. علی هروغ رو باید این کار کنی وداد. تو این کار میتونی. حالا با چه؟ وداد چی میکنی بچه ما؟ بچم تو اسلحه را چرا مستقیم طرف بیادر ما گرفته بودی ها؟ طرف ما بیبی بچم، تو میخواستی سر بیادرم فایر کنی لوده؟ سرت خم نکو. طرف ما بیبی، طرف چشمایم بیبی، تو میخواستی سر بیادرم فایر کنی؟ جواب بده. بله بچم، بله فایر میکردم، سر بیادرت فایر میکردم. فهمیدی؟ چرا به شرف؟ چرا بچم؟ با تشویش هستی یعنی؟ با تشویشش هستی؟ گپ دراز نکویدت، جواب بده. از دست حسادت بیخی دیوانه شدی بچم. تو طرف بیادرم چطور سلا کشیدی احمق؟ ها؟ جواب بده برم بگو. داستل تو با ما جواب بده پیلوت. با ما او و دیره که دادی سرش استاد هستی یا نه بگو برم پیلوت. وعده چی؟ از پدرم گفتی وقتی قاتل پدرگه زود شو برم جواب بده. زود شو جواب بده. بچم تو چی گفت؟ میکشیش پیلوت، بگو برم جواب بده حالا. بچم چی میگی ودت؟ با ما جواب بده حالا. بله بچم، بله میکشمش. خو سیس قاتل پدر ما بیادرت است. خب بیادرت است، بیادرت است علی هروغلو. بیادر ما، بیادر اصلی ما، قاتل پدر ما سمتور است. بچم تو از دست حسادت دیوانه شدی بخی. چشمای تو دیگه چیز را دیدن نمیتونه. دیوانه گپ میزنی. لوده
بچیم نیک اویگاری گپا رو برات گفته. با مام گفته بود. ما فریب خوردم. نه باور نکردم. کت نفر طالاتم گپ زدم پیلوت. بچه مام دروغ میگه. طالات به خاطری که آقا کورتا بفروشه ای دام مانده بود. ای بچم چرا نمیفهمی؟ بچم کل اینا شغال هستن. تو چطور در دام اینا افتادی؟ نتانستن بیادرم از بین ببرن، ما تو را بزدو میسازن. که تو را سعی و سالم میبینم. شفا باشه. یعنی در تقدیر ما ای بوده که زنده بانم. کاش که آقا کورتم زندگی سر ما باشه. مرا چرا اینجا خواستی؟ چندین سال است که یک روز آقا کورت در پیش مسئله. خدا میفهمه اگر پیش از من نمی مرد ای راز تا گور خود می برد یا نه. اما نظر به ای که اول او مرده دیگه فایده نداره که از تو پتش کنم. چی را نباید پت کنی جان؟ بگو مشنوم چی را پت نمی کنی؟ یک راز آقا کرد که به قیمت جانش ارزش داشت. یعنی گم شده تا. گفتی گم شدیم. ببین آقا کرد پت کده بود صحیح است، اما ما با هم رسیدیم. ما و سلیمان. از سلیمان نمیگم علی جان. چیزی را که میخوایم برات بگویم واضح تر میگم. نمیفهمم میره چه قسم بگویم. فکر کنم بهتر است که خودت ایره یک بار بخوانی. ای چی است؟ نامی که پدرت با آقا کرد مانده بود. از طرف پدرم با آقا کرد. آقا کرد دوست عزیزم، این نامه را به خاطر نوشته میکنم که از خانواده محافظت کنی. دو بچه‌ام و دخترم که هنوز به دنیا نامده پیش تو امانت باشن. صحیح متوجه اونا باش. و از تو یک خواهش کوچک دارم. پیش از این که دخترم تولد شوه و ما او وقت بین شما نباشم، باز او وقت سر دخترم نام مادر مرحوم ما یعنی زینب بان در پناه خداوند باشی. این حقیقت داره؟ زینب خواهرت از علی. بیازو خانه آقا کرد اولاد نمیشد. خانم خدا بیامرزه شامزیاد میخواست که صاحب اولاد شوه. از این خاطر وقتی مادرتان عامله بود تو حادثه رخ داد. باز به شفاخانه بردنش. طفله نجات دادن. باید زینب پیدا کنی علی. او را باید پیدا کنی. چطور تونستی از ما پت کنی آقا کرد؟ بله. آره تذکره و جاسوس را که جای خانم زینب براوانی گفته بود ثبت کرده. علی هورغلو ایران کار نمیکنه که پدر ما نیکو را کشته فهمیدی؟ برو خودت بپرس. اگه با ما باور نداری برو از خودش بپرس. حالا با هر شکلی که میشه سر قسمت استاد میباشی. اگه تو استاد نمیباشی ما حتما استاد میشم. نمیخوایی گپ بزنی؟ اما من میفهمم چه قسم سر گپ بیارمت. تا که شو خلاص نشده برم میگی که زینب و سینانه به کجا فرار دادن. اگه از اینجا زنده نمیبری.
بیشی. حالا برام توضیح بده. ما در هر جای نفر داریم. علی هروغلو در هر جای، یا زنده یا مرده. روانی برات زیاد سلام رسان. گفت که صبح ساعت 2 بجه میخواه که تو را ببینه. نه بکشش نه. خداوند لعنتت کنه. زود یک دکتر بخوای. جوانا، امیدوارم در اینجا خسته نشده باشین. تو از ما چی میخوایی؟ بان دیگه نمیخوایم دقیقا کدام کاری کنم. خوب نیست که در وسایل شخصی و آدم دست بزنیم. اما مادر، ما با دشمن علی دستکی کردیم، باز شما درباره وسایل شخصیش گپ میزنین؟ دخترم ما این کارا به خاطر سینان میکنیم. خاله خیریه؟ سیف آخر؟ شما در اتاق ملا صاحب چی میکنین؟ ما خب پاکاری میکنیم. خدا دا جان چرا؟ باز دینا وقت شو. بله، دل ما سخت، اتاقش بیخی گده ود است. گفتیم وقتی بیای حیران شوه. ها البته هرچی نباشه آدم مجرد است، نه؟ از این خاطر. چقدر خوب استین. کاش که یکی مثل شما باشه که در فکر ما باشه. در این صورت به اتاق تو هم میاییم. خدا داد همون نیست مادر؟ البته چرا نه. خداوند ازتان راضی باشه. خوب است، خیلی خسته نباشین. زنده باشی، زنده باشی. به ای جایی نبود چی کنیم مادر؟ در دکانش بد نکده باشه. بله، امکان داره اما حالا من بینم یک بار دکانش هم میبینم. حالا تو برو، من اینجا را جمع میکنم. حالا قسمه که زده بودم در گروهش افراد تشکیلات جای با جای ساخته. یک انسان چطور جانشه به خاطر یک نفر فدا میکنه و هم به خاطر یک آدم روانی؟ بله، روش او روانی همی قسم است. مغز انسان را شست و شوی میده. هر کدام اونا را به مثل یک ربات تغییر میده. اونا به خاطر او روانی حاضر میشن که از جان خود تیر شون. مادر؟ چی شد؟ نه نبود، دکانم دیدم در اونجام نبود. یک انسانی قسم یک چیزه در کجا پد کده میتونه؟ خیلی تو دیدی کوره در کجا موند؟ نه ندیدیم. ملا صاحب دست که گرفت و برامتی که کجا رفت مام نمیفهمم. علی جان پیش از اینکه به پارک بره خواست تو را ببینه. گرچی دیشب پیش از اینکه خوکنه تو آمدی، او وقتم دیدی تمام. میفهمی کل شوکتی خرسک خوکده بود که تو آورده بود. همین که بیدار شد پدر گفته شله گرفت، مام از خاطر اینجا آوردمش. دشمن ما را خوب صحیح میشناسه. او به خاطر به دست آوردن چیزی اصلا به طفلا ضرر نمیرسانه. طفلا به او خط سرخش هستن. علی جان چی؟ علی گفته بود ندیم به طفلا اصلا ضرر نمیرسانه. مادر عزلمام گفته بود علی یک شب به بچهش خرسک آورده بود. خوب فکر کنین، سر آقا کرد پیر شده، یک عالم اتفاق افتید. علی چرا در نیمه شب به بچهش خرسک ببره؟ پشت چیزی که میگردیم 100% در بینو خرسک بود کرده. 100% مادر، 100%.
آی سعیس، اما تو چه قسم داخل خانش میشی؟ اوزلم کجا اجازه میده که تو نزدیک بچه شوی؟ مادر ما جورش میکنم. ما حتما یک را پیدا میکنم. به خاطر سینان، به خاطر زینب. روانی برات سلام رسان. گفت که سبا ساعت 2 بجه میخواه که تو را ببینم. تحمل کو خواهرم، تحمل کو. من تو را نجات میتم زینب. روانی اگه به یک تار موی خواهرم ضرر برسانی تو را از به دنیا آمدنت پشیمان میسازم. بله چای نمیخورم. گرم گرم بخورین، براتون بسیار خوب است. از ما چی میخواین؟ هیچ چیزی نه. پس ما چرا اینجا هستیم؟ فرض کنیم یک بازی شطرنج است و امیدوار هستم در بازی شطرنج کسی که کشت و مات میشه شما نباشین. های تشویش نکنیم، امشب هیچ کس نمیخوایم جگر خون کنم. میخواین نگاه چیز بشنوین؟ با شما یک چیز دلخواهی من میخوانم، صبر کنین. او در کدام صفحه بود؟ باش به دقت ببینم، نشانی کرده بودم. پیداش کردم. یک دست تنها وجود داشت. او دستی را که تا دیروز به دستم گرفته در عین راه با هم قدم میزدیم حالا به زهر خیانت آغشته شده، به خنجر تبدیل شده. خیانتی که به هر کس سر میزنه آخر آمد و دست عزیز مرا گرفت. خیانت یگانه بدی است که دشمن نمیتونه بدیلش بردازه. خیانت یگانه سلایی است که فقط در دست عزیزا می باشه. او سلایی که زخم با وجود میاره اصلا مرهم نداره. او خنجری که از پشت جگر انسان سوراخ میکنه تا آخر آمار درد میکنه. و خیانت درست با مثل مرگ سباد از زندگیت. یکی از بزرگترین خیانت ها را خواهدیدی علی. و ای خیانت را که میبینی تو را نیست و نابود میسازه. امروز روز خوبی خواد بود. کدوم چیز پیدا تانسته؟ نه چیزی پیدا. مجبور استم که برم. به خاطر زینب و سینان مجبور استم پیشش برم. علی هورغلو انکار نمیکنه که پدرم و ارنیکو را کشته پیلوت. برو خودت پرسان کو. اگه با ما باور نداری برو خودت پرسان کو. خدا بفهمان. باید سر قسمت استاد باشی بیادر. اگه تو استاد نمی باشی ما می باشم گفته باشم. سلیمان بیادر بشنو. باید گپ بزنیم. سعیس اما یک کار دارم، پس آن تر پیشت میاییم، درست؟ همیاله بیادر، همیاله.
چی شده؟ کدام اتفاق بد افتیده سلیمان؟ رو به رو باشیم بیادر. ما و تو رو به رو گپ میزنیم. سعیس؟ در کجا؟ میایم. تو با کدام روی اینجا آمدی ها؟ من به خاطر گپ زدن اینجا آمدیم. به خاطر گپ زدن آمدی؟ ناق آمدی چون من نمیخوایم کتید گپ بزنم. گوش کسلم، موضوع درباره علی نیست. آمدیم درباره علی جان کتت گپ بزنم. بس نیست که در بین پدر و بچه آمدی؟ حالا در فکری هستی که مرام از بچه‌ام جدا بسازی ها؟ کاملا برعکس. حالا میخواییم به پدرش برسه. خب علی جان آل کجاست؟ کتی مادر کلانش بیرون رفته. بله مشنوم، بگو هرچی میخوایی بگویی زودتر بگو. حالا دیگه گوش گزلم، مسئله بین ما و تو کاملا واضح است. نمیخوایم کشیدگی بیشتر از این سر علی جان تاثیر بد کنه، به خصوص از خاطر ما رابطیش که علی بدتر شده میره و به خاطر این وضعیت زیاد جگرخون میشه. خی یعنی که تو هم جگرخون میشی ها؟ خب سعیس خی از علی جدا شونی؟ نکو، خودتا میره بهتر میفهمی که این راه حل نیست اصلم. خب خی راه حل چی است؟ گوش کن، میتونیم این کشیدگی رو از بین ببریم، اما اگه تو هم بخوایی به عنوان مادر طفل علی حاضر هستم هد از زندگیم به تو جایی بدم. به خاطر گفتن همین گپ تو اینجا آمدی؟ نه، اما بعد از اینکه دروازه رو باز کردی دیگه ادامه میدم. لطفاً. وقت آمده. چی کنم دیگه؟ دست خودم نیست، بیقرار هستم. وقتش رسیده که به علی جای ملاقات بگویم. سلیمان چرا مرا اینجا خواستی بیادر؟
امروز سوالم ما پرسان میکنم بیادر. حال از تو یک سوال پرسان میکنم و فقط از تو یک جواب میخوایم بیادر. ارنیکوره تو کشتی یا نکشتی؟ پیلوت چرا؟ چرا؟ آیو آدم ده حق ما پدری کده. ده بین بچه اصلیش ودت و ما هیچ فرق نمیماند. او آدم یک آدم بی کس و کوی بود. تو چطور تانیستی او را بکشی؟ ببین پیلوت، حالا خوب گپای ما گوش کن. نه تو گوش کن بیادر. خوب به گپایم گوش کن. چرا در وقتی که من تو را بیادر گفته چیغ می زدم در پشت ما یک خنجر زدی ها؟ چرا این کار کردی؟ چرا در آخرش به ما یک خانه داده در داخلش به نام دروغ یک گشتم زهری ماندی؟ چرا ایره نگفتی که ارنیکو را کشتی؟ چرا از من پود کردی که قاتل پدرم هستی؟ چرا؟ میفهمی من قسم خورده بودم که انتقام میگیرم. کسی که پدر مرا کشته من او را از بین میبرم، اما خبر نیستم که او بیادر اصلی ما بوده. چرا ها؟ چرا؟ میلی بهترین سرودهای ایرانی. نازنین نازت بنازم تا ابد بمون کنارم فدای چشمای ناز. بهترین سرودهای تاجیکی. ستای تو کی یارم به وفا شدی. تنها از کانال تاجیک موزیک. دوستانی عزیز، با شما کانال تاجیک موزیک را توصیه می‌دهیم که در کانال بهترین سرودهای تاجیکی و ایرانی را گوش کنید. سیلکای کانال را در پایان ویدیو میگذاریم. حتما در آمده ابونه شوید. ما شما را انتظاریم.